ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز، فوتبال دوستان گرامی، خوش آمدید به ورزشگاه شهید سردار سلیمانی. خوش آمدید به دربی سرخ ایران. در خدمت شما هستیم با پخش زنده و مستقیم دیدار تیم‌های تراکتور و پرسپولیس. پشت توپ هافبک مونتنگرویی تیم فوتبال پرسپولیس. هنوز دستور زدن ضربه صادر نشد از جانب داور بازی. صحنه خطا و کاملا پشت محوطه بود. حالا ضربه مستقیم زده میشه، تیر دروازه تراکتور هم به لرزه در میاد. همچنان پرسپولیس در 1/3 زمین، تراکتور صاحب توپ در گوشه زمین. فرصت هست داخل محوطه جریمه. محمد عمری رد میکنه، ضربش رو میزنه، خطرناک. کورنر برای پرسپولیس. حساسیت‌های کار، حساسیت‌های سمتیاز بازی و همینطور حساسیت‌هایی که نتیجه بازی همیشه داشته باعث شده که یه مقدار احتیاط بکنن. عجب اشتباهی کرد دوریه. حسین زاده پشت محوطه جریمه، ضربه‌شو میزنه، عالی هم میزنه، دفع توپ از نیازمند. در سمت راست دوریه میارن به عقب‌تر. سروش در راه میفرسته. صادق محرمی در نبرد با میلاد محمدی موفق‌تر. صادق محرمی خطا به نظر میرسید، داور بازی رو دنبال میکنه. یه فرصت خطرناک، ضربه که زده شد و بیرانوند توپ رو گرفت. ترابی توپ رو میرسونه به شجاع. بیشتر توپ و میدان رو در این لحظات تراکتوری ها در اختیار دارند. هالیلوویچ، هاشم نژاد، پاسهای تک ضرب پشت محوطه جریمه. حسین زاده ضربه‌شو میزنه به توپ، عکس العمل دروازه‌بان در ریباند. فرصت برای تراکتور هست، ضربه‌ای که به طول کنار دروازه برخورد میکنه، از سر گرفته میشه. هاشم نژاد به دنبال توپ، خطا به نظر میرسید. ببینیم رنگ کارت داور چه رنگی است. پور علی گنجی کارت زرد دوم رو به نظر گرفت که کارت قرمز در مقابل پور علی گنجی و به نظر از زمین بازی اخراج شده. نمایی از محوطه جریمه پرسپولیس کوتاه کار رو شروع میکنند، میارن به عقب‌تر. حالا باید توپ رو بفرستن، این کار انجام میشه داخل محوطه جریمه. عجب فرصتی برای تراکتور از دست رفت. بازی مجددا پیگیری بشه. مارکو باکیچ هافبک خوش استیلی است در میانه میدان برای پرسپولیس. میچرخه، سروش رفیعی رو صاحب توپ میکنه. برای اورونوف ارتباط قطع شد. حالا باز هم تراکتور. حسین زاده در عرض کار میکنه. فرصت عالی برای تراکتوری ها. موقعیت در داخل محوطه جریمه. تاکل بلند و موفق از مدافعان هوشیار پرسپولیس. تراکتوری ها. سدلار توپ و میدان در این لحظات در اختیار تیم میزبان. دانیال اسماعیلی فر 1 و 2 موفق نبود با هاشم نژاد. دوباره توپ رو در اختیار میگیرن قرمز پوشان. سدلار، هالیلوویچ، فرصت هست. فوتبال تک ضرب از قرمز پوشان. فرصت، موقعیت، یه ضربه عالی و گل! گل برای تراکتور در روز تولد خودش. امیر حسین زاده بالاخره این طلسم رو میشکنه. فوق‌العاده زد ضربش رو امیر حسین زاده. ببینیم صحنه قبلی رو. کنترل توپ، چرخش، یه ضربه دقیق. خیلی صحنه حساسی هست. دقایق تلف شده بازی در حالی که 1-0 تراکتور پیش هست. باکیچ حرکت میکنه، ضربه‌شو میزنه، خطرناک. چه گلی زد باکیچ! دروازه تراکتور رو باز میکنه مارکو باکیچ و حساب کار 1-1 مساوی میشه. بهترین شکل ممکن ضربش رو زد. عرض کردم نباید 10 نفره بودنه. پشت محوطه جریمه رو به جلو برمیگردونند. باز هم هالیلوویچ سمت چپ. سراپا حمله هست تراکتور در این لحظات. دیگه همه بازیکنان دو تیم بجز بیرانوند در 1/3 زمینه پرسپولیس هستن، اما این پاس اشتباه. ضربه دروازه و تمام. 90 دقیقه تلاش دو تیم تراکتور و پرسپولیس 1-1 مساوی به پایان.